سلام، اینم ظهر. باغ کیوی، کوچه باغ. چقدر قشنگه این جنگل های شمال و این باغ های شمال. امیدوارم که بتونیم خوب نگه داریم این طبیعتمونو، نه مثل جنگلی که داره میسوزه، هیرکانی و آتیشش تو دل هممون افتاده. واقعا از شدت ناراحتی وقتی اینجا رو نگاه میکنم و یاد جنگل هیرکانی میفتم که داره لحظه به لحظه میسوزه، حالم بد میشه. انگار که داریم آینده نسل جوونمون و بچه هامونو که میخوان بیان تو این جنگل ها حال کنن، عشق کنن، صفا کنن، داره لحظه به لحظه میسوزه. برگش داره آتیش میگیره، صدایی از هیچ کدوممون در نمیاد و بدیش همینه. اینم از این جنگل زیبا و باغ زیبا. ظهر، سر ظهر، آسمون آبی. امیدوارم همه سرزمینم ایران همینطوری زیبا و قشنگ باشه و از بین نره.